مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به دل و دزدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و البته بیشتر کارخونه‌های داخل ایران و کلاهی که سر مردم میذارن با شما صحبت بکنیم. شاید براتون جالب باشه که خب مگه میشه مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ما دل و دزدی بکنن؟ مگه میشه کارخونه از ما دل و دزدی بکنن؟ بله، همه اینا امکان پذیره با افشای یه سری پشت پرده ها و گفتن یه سری نکات کلیدی که شما اگه از الان به بعد از دیدن این مستند توجه بکنید به این نکات، خودتون دستتون میاد که چجوری دارن سر مردم و کلاه میذارن. فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای که شما توی شهرهای خودتون دارید، توی ایران سر کوچه‌تون، حالا هر جایی که هست، اگر خارج از کشورم هستید قطعا ایران رفتید و متوجه میشید که کلاه گنده‌ای رو دارن سر مردم میذارن. اما قبل از اون یه چند تا موضوع باحالی که این روزا توی شبکه‌های مجازی اتفاق افتاده بود رو افشا می‌کنیم. بعدش هم این کلاهبرداری فروشگاه زنجیره‌ای که نقش بسزایی در گرون شدن یه سری اجناس داخل ایران دارن و مایحتاج روزانه مردم دارن رو با هم دیگه بررسی میکنیم و براتون قطعا جالب خواهد بود. اما قبل از اینکه این موضوع رو شروع بکنم یه نکته بگم که چند وقت پیش صدا سیما یه خبری رو پخش کرد، اینکه در مشهد یه جلسه شورای اداری برگزار شده بود و توی این جلسه گفته بودن که هر کسی بیاد یه افشاگری بکنه در خصوص مفاسد اقتصادی و مالی تا سقف 200 میلیون تومان بهش پاداش میدن. و شما یه حساب سرانگشتی بکنید، اگر مثلا روزی یه دونه مفاسد اقتصادی یه افشاگری بکنید، فکر کنم ما 6 میلیارد تومان ناقابل میتونید بذارید تو جیب مبارکتون. و البته این موضوع در همه جای دنیا، البته در بیشتر کشورهای توسعه یافته مرسوم هستش که وقتی یه شخصی میره یک دونه فساد و یک دونه دزدی رو افشا میکنه، این درصد از مبلغ کل اون فساد رو ور میدارن و به اون شخص میدن. اما اگه توی ایران بخواد این قضیه اتفاق بیفته دیگه بعد از بالا تا پایین رو بخوام بررسی بکنن و ببینید که چه پولایی باید بدن و هر روز ما می‌بینیم که یه دونه دل دزد و یه دونه مفسد اقتصادی از کشور فرار میکنه یا میفته توی زندان. حجم بالاست خلاصه. و اینکه این بودجه رو شما میخواد از کجا بیارید؟ ببینید این خبر رو. خبر دیگه پی میگیریم. تا 200 میلیون تومان پاداش برای افشاگران فساد در شهرداری مشهد. با تصویب آیین‌نامه تشویق اعلام کنندگان مفاسد اداری در شورای شهر مشهد از این به بعد قراره. بله، دستتون اومد. حالا یه سوالی که هستش که میخوان این بودجه رو برای اینکه بخوان این پول رو پرداخت بکنن به اون افراد اصطلاحاً اون پاداشه رو از کجا میخوان بیارن؟ کشوری که تا خشتک تا خرخره تو قرضه، همه دنیا هم تحریمش کردن، هیچ گونه رد و بدل اقتصادی هم توی شرایط فعلی نداره با توجه به شرایط کرونا و سایر موضوعات دیگه. ببین این نوع خبرها هم در نوع خودش جالبه. حالا امیدواریم که بدن، ولی اگر مثلا طرف بره مثلا بگه که آره فلان جا داره دل دزدی میشه، همون شخصو میرن میگیرن، میگن به اینجا کجا میدونی مثلا این اتفاق افتاد، در کجا میدونی داره دل دزدی میشه، همون خود شخصا رو هم میگیرن. چون کسی که تونه دل دزدی میکنه اختلاس میکنه آدم عادی که نیست، مردم عادی تو خیابون که نیستن، که آدمایی که نفوذ عجیب و غریبی توی سیستم دولت دارن. اینو گفتم که در جریان باشید. موضوع بعدی که مبحث اصلی ما هستش فروشگاه زنجیره‌ای هستند. اسمم نمیارم که براشون تبلیغ نشه. فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای که چند وقتی هستش که ما می‌بینیم هایپرمارکت‌های بزرگ که دل و دزدی‌های عجیب و غریب می‌کنن. چطوری؟ با تخفیف‌هایی که می‌ذارن. مثلا تخفیف می‌ذارن به مناسبت شب یلدا، تخفیف می‌ذارن به مناسبت نمی‌دونم شب‌های فلان، اعیاد فلان. بعد تخفیف‌های مثلا 40% و 50% و 60% مردم پشماشون میدون، میگن 60% یارو داره تخفیف میده، مگه داریم، مگه میشه؟ الان افشا میکنم فرمول این دل و دزدی و پشت پرده این سیستم رو. میدونید دیگه شرایط کشور در طول 1-2 سال گذشته
در خصوص ارز هیچ ثباتی نداشته، یعنی بالا رفته پایین نیامده و ما هر روز شاهد بودیم که قیمت ارز عجیب و غریب رفته بالا. یورو دلاری که در دولت آقای روحانی از 3,700 شروع شد رفت بالا، قربونش برم تا 30,000 تومان رفته بالا و همین اتفاق باعث شده که خیلی از کارخونه‌ها ورشکستش هم برن کنار. اما خیلی دیگه از کارخونه‌ها هر روز پولدار و پولدارتر شدن. با چه ترفندی؟ الان بهتون میگم. با توجه به بالا رفتن قیمت یورو و دلار، بعضی از کارخونه‌ها مجوز دارن که قیمت‌های خودشون رو افزایش بدن، با توجه به اینکه مثلا مواد اولیه بعضی از کارخونه‌ها از خارج از کشور وارد میشه و این امر باعث شده که قیمت محصولاتشون بره بالا. اما مثلا یه ماستی که قیمتش 2000 تومان بوده یهو میشه 16000 تومان، من نمیدونم اون گاوه مثلا دلار میخوره، یورو میخوره، یا مثلا نهادهای دامیش از خارج از کشور میاد که مثلا یهو باعث میشه که قیمت ماست افزایش پیدا کنه، بعد قیمت شیر افزایش پیدا میکنه، ماست افزایش پیدا میکنه، بستنی افزایش پیدا میکنه، کلا لبنیات میره بالا، هیچ کسی هم نمیفهمه که برای چی رفته بالا. حالا یه عده میگن خب نه، یه سری مواد اولیه بوده، نمیدونم هزینه سوخت بوده، چیزای دیگه بوده، اونا تاثیر گذاشته روی قیمت مثلا محصولات لبنی. اوکی، ما میگیم تا اینجاش درست. اما چجوری میان سر مردم و بعضی از این کارخونه‌ها کلاه میذارن؟ بدین صورت هستش که فروشگاه‌های زنجیره‌ای میان و تخفیف میذارن، مثلا 50%. 49800 تومان قیمت این چایه. اگر دقت کنید قیمتی که زدن 74900 با تخفیف 15% 63670. قیمت روش خورده 4000. اما قیمتی که خودشون اینجا لیبل زدن 5000 تومان با تخفیف 4600. این کالا روش خورده 16900. این آقایون اومدن 23700 تومان روی این کالا قیمت گذاشتن، یعنی تخلف گران فروشیشون محرزه. بعد میگن آقا ما پای صندوق قیمت رو اصلاح میکنیم و همین قیمت 16900 میدیم. خب بریم پای صندوق ببینیم 16900 هست. متاسفانه بازم همون قیمت 23700 برای مشتری محاسبه میشه. قیمت روی کالا رو ببینید 44250 تومان. قیمتی که فروشگاه زده 59700. تخفیف 25% که داده 44775 تومان. شما دارید گرون با این تخفیف 25% باز دارید اینو گرونتر از قیمت درج شده رو کالا میخرید. دقت کنید، حواستون موقع خرید جمع باشه. حکایت گرانفروشی و تخفیف‌های متقلبانه در چندین فروشگاه زنجیره‌ای. این فروشگاه زنجیره‌ای اومدن کمک مردم یا اومدن که مردم رو نابود کنن. متاسفانه دستشون تو جیب مردمه که بدجورم تو جیب مردمه، مایحتاج عمومی مردمه. مردم خواهش می‌کنیم این قیمت‌های مصرف کننده روی کالا رو دقت کنن. اینجا کمکاری اتحادیه مشهود است. اتحادیه از خودشونه، یعنی فروشگاهی هم که داره تخلف میکنه ما رو فروشگاه خودشون همشون هیئت مدیره همون اتحادیه فروشگاه زنجیره‌ای کشوری هن دیگه. اما جریمه این فروشگاه زنجیره‌ای برگه گزارش بازرسی تنظیم شد به مبلغ 67,653,000 تومان. یکی از فروشگاه‌ها فقط 330 شعبه در تهران دارند. تمام فروشگاهایی که در سطح تهران دارن حتما برگه تنظیم خواهیم کرد. گران فروشیشون برای ما محرزه و اینا علاوه بر اینکه گران فروشی دارن میکنن عوام فریبی هم دارن میکنن. ته فاکتور نوشته در صورتی که به اشتباه قیمت کالا در فاکتور خرید برخوردید اضافه رو از صندوق دریافت کنید. یعنی خیلی راحت میگه آقا ما تخلف میکنیم، اگر فهمیدید بگید پولتون رو پس میدید. در فروشگاه دیگر برنج تولید 2 سال پیش دپو شده بود. از بهمن 97 همونطور که مشاهده میفرمایید تو این فروشگاه بوده. حالا الان دارن توضیح میکنن اون زمان قیمت این برنج چند بوده و الان دارن چند میفروشن. برنجایی بوده که کیلویی 8000 تومان بعد به فروش میرسیده و کیسه 10 کیلویش 80000 تومان بوده. برنجی که باید 80 تومان دست مردم باشه الان دارن میگن 185000 تومان. همین الان این برنج رو بین مردم توزیع میکنیم به همون قیمت 80000 تومانی که باید میفروخته و نگه داشته. برای اینکه شما مثلا این لیوان رو داشته باشی و بخوای وارد این هایپرمارکت ها یا سوپرمارکت ها بکنی، یا بعضا مثلا شما چیپس داشته باشی یا پفک داشته باشی، هم میان با دستکاری قیمت ها
سر مردم رو کلاه میذارن، هم با کم فروشی. چطوری؟ مثلا شما کارخونه‌ای هستی که محصولات مایحتاج اولیه مردم رو تامین میکنی، مثلا شیر، بستنی، پنیر، حالا بستنی که مایحتاج حساب نمیشه، مثلا پنیر و چیزهای مختلف. میاد با مدیر اون هایپرمارکت، اینا جزء قوانینشون ها، یعنی من 3-4 روز دارم تحقیق میکنم با بعضی از این کارخونه ها که از قبل حالا ارتباط داشتیم، پرسیدم شما چجوری میرید توی این هایپرمارکت؟ مثلا ما یه پفک داشتیم میخوایم بریم توی این هایپرمارکت، بعد چیکار بکنیم؟ میگه که این هایپرمارکت ها یه سری قانون دارن، قانونشون هم هستش که بعد طبق قانون اونا کار بکنید و قیمتی که اونا میگن شما رو محصولتون بزنید. چون تخفیف داشت کلی خرید کردم. امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با عرضه محصولات تخفیفدار بسیار طرفدار پیدا کردن. تخفیفی چوری اعمال میشه در جریان نیستم، ولی راغب هستم که بدونم. اما سود یک کالا از درب کارخانه تا فروشگاه عرضه باید چه میزان باشه؟ 25% باید تعهد داشته باشه. ما هم به عنوان یک خریدار سری به این فروشگاه ها زدیم. اینم حلوا شکری قیمتش 21 خورده ولی فروش 15000 تومان. این 2400 چنده؟ 1300. قانون رعایت نمیشه. پس از خرید محصولات متوجه شدم برخی از اقلام بالای 80% تخفیف خوردن. با پیگیری‌های مختلف موفق به مصاحبه با مسئولان فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشدم، اما از یک مجموعه تولیدی تماس می‌گیرم. می‌خوام محصولات مجموعه ما توی فروشگاه شما باشه، باید چه شرایطی داشته باشیم؟ با قانون ما باید کار کنین و نرخی که ما میگیم باید رو کالاتون درج کنین. چطوری؟ مثلا ماستی که در حالت عادی شما مجوز گرفتید که از 2000 تومان بکنیدش 3000 تومان، هایپرمارکته میاد میگه اوکی شما باید از 2000 تومان بکنیش 8000 تومان، نباید بکنیش 3000 تومان. شما میای میزنی 8000 تومان، میدیش به اون فروشگاه زنجیره‌ای، میدیش به اون هایپرمارکته، اونجا میزنه 50% تخفیف. شما محصول رو نگاه میکنید پشتش زده 8000 تومان، 50% تخفیف شده 4000. دمش گرم بابا، 50% بهمون تخفیف داده. اینجوری سر مردم کلاه میزنن، در صورتی که طبق قانون بعد این میشده 3000 تومان. 3000 تومان هم بالاتر میکنن تو پاچه مردم. این یه روش دوم کم فروشیه. چطوری؟ مثلا کارخونه میگه بابا خب نمیتونم من قیمت رو ببرم بالا. میگه اوکی شما چیپسی که مثلا 100 گرم هسته که قربونش برم توی ایران هم چیپس 100 گرمی شما پیدا نمی‌کنی، روش زده 100 گرم 30 گرم توش هواه. مثلا کلا اینقدر مثلا اینقدر باشه اینقدرش مثلا هواه. دارم من نمونهشو توی دفترمون. اما میخوام به شما بگم که میان بهشون میگن اوکی چیپسی که 100 گرمه شما 60 گرم بزن، 50 گرم بزن و همون قیمت 100 گرم به ما بده. ارزونتر پات میفته ولی قیمت رو همون بالاتر بزن. یعنی محصولی که پاشون مثلا چیپس افتاده 3000 تومان به مردم میدنش 10000 تومان، بعد میگن 50% تخفیف میشه 5000 تومان. فروشگاه بزرگ هایپرمارکت اسمش هم تریلی نمیکشه، اینقدر هم ران طلابی داره، اینقدر هم آدم‌های زینف هستن و برید مدیرا و اعضای هیئت مدیره این فروشگاه بزرگ و هایپرمارکت‌ها رو ببینید کیان. نه همشون ها، بازم میگم 85 تا 90%شون اکثرا نماینده‌های مجلس، اکثرا مدیران دولتی، اکثرا آدم‌های ذی‌نفوذ، اکثرا کسایی که آقازاده هستن. خب طبیعیه دیگه، کسی جرئت نمی‌کنه سمت این فروشگاه بره حتی برای کنترل. فک و فامیل مثلا استانداره تو اون شهر، خب مجوزشون هم که آنچنان با آدمای شخصی نمیدن که، یا باید رانتولابی داشته باشی یا باید وصل باشی به یه جریانی که بخواد مجوز یه دونه هایپرمارکت رو بگیری و اینجوری سر مردم رو کلاه میذارن. به همین راحتی بریم صحبت یکی از این کارشناسا رو بشنویم در خصوص بالا بردن محصولات این تخفیف‌های فیکی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای میذارن. این فروشگاه‌های زنجیره‌ای که هستن همون گرون فروشی میکنن هم کم فروشی میکنن. دلیلش هم اینه، میرن با اون کارخونه تولید کننده میبندن، صحبت میکنن، میگن آقا فرض فرما این ربع اگر 800 گرمه شما بزن 700 گرم 650 گرم انقدر قیمتش پایینتر رو هم بده. بعدن میارن از اون قیمت یه تخفیف میدن، یا قیمت فرض فرما اگر یه ربع 12 تومنه یا 15 تومنه بزن 18 تومن 17 تومن 16 تومن، میان از اون قیمت یه تخفیف میدن. پس اینا میشه گرون فروشی دیگه، میشه کم فروشی دیگه.
این فروشگاه‌های زنجیره‌ای که هستن اینا همه جور اقلام میفروشن. یه روزی من به رئیس اتاق اصناف گفتم آقا کمکی کنین به ما، اینا نه خیال بکنین الان فقط مواد غذایی دارن میفروشن، چند سوای دیگه همه چی میفروشن، به همه اصناف لطمه میخوره. خندیدن به من، ولی متاسفانه حالا بگم بدبختانه الان داره واضح میشه که به همه داره لطمه میخوره، حتی به خارو فروش، حتی به اون عذرخواهی میکنم آهنگره، حتی به اون پیچ مهره فروشه، به همه اینا داره لطمه میخوره. حالا یکی پس از دیگری اینا هم فشار که بیاد بهشون نتونن درآمدی کسب بکنن که زندگیشون رو تامین بکنن، تعطیل میکنن دیگه، میرن دنبال کاری دیگه یا بیکار میگردن. داریم هم چیزی عرض کردم خدمتون، من طول سال میتونم بهتون بگم که ما لیست داریم دیگه مشخص، در حدود 20 تا، حالا کمتر بیشتر. حتی گفتم یکیشون هم امروز که من اینجا نشسته بودم اومد گفت جوازو میخوام باطل کنم. گفتم چرا؟ گفت نمیچرخه دیگه، از این فروشگاه دورم زیاد زدن و دیگه نمیچرخه کارم، ضرر دارم میکنم، وقتی ضرر میکنم ببندم بهتر. پیش میاد عرض کردم در سال 20 تا کمتر بیشتر، حالا دقیقا نمیتونم آمار بدم که چند تا، اگر دقیقا هم بخواین آمار داریم میدیم بهتون، ولی الان دقیقا نمیتونم آمار بهتون بدم. در این حد تعطیل میشن. بله دستتون اومد که چجوری میاد سر مردم کلاه میذارن. این وسط این داستان بالا رفتن قیمت یورو و دلار دست یه عده سودجو رو هم باز کرده دیگه، دوره همن و خیلی شیک و مجلسی فرمی دارن و افزایش قیمت میدن که اصلا جلوشون رو نمیگیره. و جالبه که امروز یکی از مسئولین اومده بود مصاحبه کرده بود، گفته بود که منابع ارزی کشور رو ذخیره کردن منابع ارزی مثل یورو و دلار رو، که با اومدن بایدن قیمت یورو و دلار رو بکشن پایین. البته این مقطعیه. مثلا قیمت یورو و دلار رو روی 28000 تومان، 29000 تومان، 30000 تومان نگه داشتن، بعد مثلا یه تقریب توقی میخوره 10000 تومان میارم، مردم میگن واو یورو و دلار اومد پایین. یعنی ببینید چه سیاست‌های عجیب و غریبی دارن کسانی که توی دولت هستن و بالا رفتن قیمت رو تو زندگیشون تاثیر نداره. فکر می‌کنم مثلا یورو و دلار بره بالا، مثلا ماست از 2000 تومان بشه 20000 تومان که بیشتر مردم الان گلایه دارن، تاثیر داره تو زندگیشون نداره. بریم صحبت‌های مسئولین رو بشنویم. من متاسفانه شنیدم که با اینکه ما منابع ارزی داریم، بعضا منابع ارزی حفظ شده برای روی کار آمدن مثلا بایدن که با تزریق مثلا منابع ارزی یک مقداری قیمت ارز بیفته پایین تا مثلا 10-11 تومن، حتی 10-11 هزار تومن. بله مثلا گفته میشه دیگه، حالا انشالله که حتما غلط هست. آخه الان قیمت واقعی دلار هم انقدر نیست، بیشتر از اینه. بله حالا بالاخره با یه حد و 5-6 ماه بالاخره کنترل، برای که یه مقدار فضای سیاسی کشور برای کارهای بعدی که حالا سال بعد انتخابات داریم و مثلا یه عده دنبال مذاکره‌اند و اینا. بله شنیدید اینجاست که میگن سیاست پدر مادر نداره و چه اتفاقاتی پشت پرده میفته. و من داشتم چند روز پیش با چند تا از دوستام صحبت میکردم، گفتم ما میریم بیرون صبحونه میخوریم میشه 100,000 تومان، یه غذا میخوریم تو رستوران با زن و بچه‌مون میشه 1,000,000 تومان. دیگه خوردن یک غذا توی رستوران برای مردم عادی یک رویا شده در داخل ایران. شاید اونایی که خارج از کشور باشن باورشون نمیشه، ولی واقعا همینه. کارمندی که تو ایران 2,000,000 تومان 3,000,000 تومان حقوق میگیره، بابای من که بازنشسته هستش 30 سال کار کرده الان 5-6 میلیون تومان حقوقش. مثلا بخواد بره برای خواهرزاده من که میشه نوش، بخواد بره یه وسیله بخره، بخواد ببرتش بیرون، مثلا غذا بهش بده میشه 300-400 هزار تومان. چجور میخواد بقیه زندگیشو ببره جلو؟ حالا من پدر خودم هم مثال زدم، طرف میخواد برای دختر خودش جهیزیه بگیره، برای پسر خودش میخواد جهیزیه بگیره، چیکار میخواد بکنه؟ کرایه خونه‌ش هم هست، خرج زندگیش هم هست. یعنی با این وضعیتی که مملکت تو این 3-4 سال گذشته داشته، ما 3-4 سال زمان میبره که ریکاوری بشیم، برگردیم به اون زمانی که یورو دلار شده بوده 3-4 هزار تومان. در صورت امیدواریم که ختمه بخیر بشه و اتفاقات خوبی رقم بخوره و شرایط زندگی مردم بهتر بشه.
مرسی که تا این لحظه ما بود. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که ببینن که این فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه حیله ها و ترفندهایی رو دارن استفاده میکنن. ممنون که با ما تا این لحظه همراه بودید.